از ما به دلش ذره محبوب نکرد. کارش همدم رنج و غم و غصه ماست. فرموده دنیا ره بیهوده ماست. اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر باری که به شما این گونه سلام میتیم، سلامتی، رحمت، برکت خدا را به شما خواهان هستم. می نداریم که با ما هستین و ما را دستگیری کرده ایستاده این. راستی برادرای عزیز، امروز می خواهم بهر هر یک شما درد علم بعضی از آن همین قاری بچه‌هایی که میبینن در همین آزمون قاری ما اشتراک میکنن برسانم. خب با دقت تا آخر تماشا کنین. راستی برادرای عزیز، ما یک کار خیری رو دست گرفته ایم. آزمون قاری بچه‌ها و بسیاریا معلوم است انشاءالله. راستی میخواهم درد علم همین قاری بچه‌هایی که بعضی‌هاش به من گپ میزنن برسانم. مثلا بعضی از این قاریایی که در این آزمون ما اشتراک میکنن معیوب هستند، بعضیش نابینا هستند، بعضیش محتاج است، بعضیش در شهر روسیه کار و فعالیت میکند، بعضیش در روسیه بیکار خواب هستند. از همونجا قرض گرفته آمدین که در همین آزمون ما اشتراک کنند و انشاءالله که جای یکم، دوم، سوم بگیرن و انشاءالله که ما در جای یکم 15,000 سومان، در جای دوم 10,000 سومان، در جای سوم 5,000 سومان و در دیگر جایهاش انشاءالله هر یک کدامشون در پدرکه گرفتنی هستیم. باور کنین از بعضی سخنهای همین قاریان وجودم آب می شود که میخواهند جای یکم و دوم میگیرن، اما نه همه این مثال جای یکم و دوم میگیرد. در اینجا هم 3 کس میگیرد، همش نه که این بسیارش محتاج هستند. خداوند امروز قاریای ما را این که محتاج کرده است. انشاءالله ما دعاگو هستیم که خداوند بازم صف قاری بچه ها را زیاد کنند و انشاءالله که قاریان این شیران درگاه الله هستند و انشاءالله که خدا هرگز اینها را خوار شدن نمیماند. راستی بخواهین اگر برای همین محتاجا، برای همین قاری بچه ها سهم خودتان بگذارین، نه به خاطر ما، نه به خاطر دیگر کس، تنها به خاطر الله و به خاطر همین شیران الله. این همین کارتای زبیربند با نام محمد صالح نظروف. بیاین که یک دستگیری کنین، سهم خودتان بهر همین قاری بچه ها برسانین که ما همه همیاده مثال یک پدرکه خوب بگیریم و جای 3-8 مثال مکافات پولی را بتیم. باور کنین با یک کس دو کسی کار بود نمی شود. مثال من همین کار را تشکیل کردم، انشاءالله شما هم که خودتون میفهمین که چقدر کار قیند است. من تنها قسم به ذات پاک به خاطر الله همین کار کرده هستم و به خاطر دیدار همین قاری بچه ها که دیدار اینها برای ما جنت است. روز میشد انشاءالله یکی از همین ها ما تو شفاعت میکند. هر کسی که در اینجا خیر میکند، هر کسی که با این قاری بچه ها دوست است، قاری بچه ها را دوست میدارد، انشاءالله که روز قیامت یکی از همین قاری ها ما تو شفا میکند، شفاعت میکند. خدا خود میگه هر بنده ما به خاطر ما دوست داری، روز قیامت من اجازت میتیم که حبیب بنده را شفاعت کنم. اگر جان را به کسی داده میشد، من به خاطر همین قاری جانم را میدادم. من همه اینها را به خدا قسم به خاطر الله دوست میدارم. نه هر کس قاری شده میتواند، لیکن با یک کس و 2 کس این کاری ما بود نمیشود. برادر جانو بخواین ما همه آزمون دوام بتیم. ما بسیار قاری بچه ها هستن نویسته که ما میخوایم اشتراک کنیم، خواهش میکنیم، اما از سببی که دستگیری مردم برای ما کم هستن، ما همونا را رد کردیم که قاری جانو صبر کنین. انشاءالله ما بازم خدا خواهد سال آیند یک آزمونی میکنیم که بهترین آزمون بشود. اگر بخواین ما همه دوام بتیم، شما سهم خودتون به خاطر همین قاری بچه ها در این کارت مثال بگذارین و انشاءالله که ثواب جاریه است. در این ثواب شما هم خوش میشوین. روز قیامت که میشود، اگر ما و شما رو برای این قدر گناه من طرفی دوزخ برند،
قسم به ذات پاک اگر به خاطر خدا یک خیر، به خاطر این قاری بچه‌ها شیران الله یک خیر کرده باشی، همون خیرت سری راهت را میگیره. خدایا آیی بندت به خاطر شیران خود، به خاطر خود در راه خود این انسان خیر کرد، ایرا کجا میبری؟ خداوند چنان مهربان است که هر یکی ما و شما را به خاطر اندک چیزمون همه گناه ما و شما را میبخشد. خدا 1000 مراتب از مادر مهربان تر است. ما یک کاری بد کنیم مادرمون ما را برای کارمان در آتش نمیپرتاید. خدای مهربان داریم که چگونه برای این کار گناه های ما را در آتش میپرتاید. ما از درگاه خدا هرگز ناامید نمیشویم. امید داریم از درگاه خداوند. هر جایی که کار خیر است، هر جایی که انشاءالله که در راه خدا هسته، شما حرکت کنید که از او ثواب قفا نمانید. این آزمونی که ما امروز تشکیل کرده ایم، قسم به خدا ثوابش هم به ما، هم به تماشابینان، هم به همین آدمایی که مثال نوارای ما را میگیرند و منتج میکنند و پهن میکنند و هر یک کسی که در اینجا سهم خود را میگذارد، همه همین در این ثواب خوش است. ببینید در یک جا چقدر ثواب جمع می شود. قسم به خدا هر کسی تماشا میکنه ثواب همین در شما هم می رود که شما به خاطر الله همین تماشا دارین. من باوری دارم که 90% شما در حالت همین را تماشا کردن از چشمانتون اشک می ریزد. من باوری دارم. من باوری دارم در هر یک نمازی که میخونین در حق ما بنده عاصی گناهکار دعا میکنین. خدایا این بنده را نگهبان باش، صدای امید نگهبان باش که همین کار خیره بازم زیاد کردن گیره. من باوری دارم انشاءالله. هر باری که من باوری دارم این نواره ما را تماشا میکنین، بهترین سخنها در حق ما میزنین و لایک میگذارین. همون لایک شما برای ما رحمتنامه هسته، برای شما یعنی که معقول شد. انا همین نوارهای ما را میگیرین و هر شبکه ها پهن میکنین، همین ثوابش در شما هم خوش هستین. بیاین ما مردم مسلمان و تاجیک انشاءالله خمون هم ناموس داریم. الحمدلله ما مسلمان هستیم، یعنی امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این خیلی کارهای خیر، از این خیلی کارهای ثواب دور نشویم، سهم خودمون را بگذاریم، دستگیری کنیم همدیگر را. این دنیا اینقدر دنیای نیست، امروز یا اینکه فردا. انا همین خیرت قسم به ذات پاک روز قیامت را دستگیر می شود. انا همین خیرت. ببینید که من در اینجا تنها سبب شده ایستادم. من سبب میشم. با این سبب انشاءالله که زیاده از 300-400 هزار تماشا دارین. انا همین 300-400 هزار آدم در همین کار خیر خوش میشوند. روزی میبینی که انشاءالله که به سبب همین کار تا شاید که خدا گناه ما و تو را ببخشه. به سبب همین کارمون ما مسلمان هستیم انشاءالله کارهای مسلمانی ما نکنیم. ما مسلمان هستیم دستگیر مسلمان شویم انشاءالله. و به نزدیکی انشاءالله همه آزمون ما با سر بلند به انجام رساندیم. یک آزمون دیگر در شهر روسیه به مثل همین برگزار میکنیم، چون که بسیاری از قاریان در شهر روسیه قرار دارند. باز در اونجا یک آزمون خیلی کلان با دستگیری شما میکنیم. اکنون وقتش آمده است برادران عزیز، وقتی آن آمده است که ما ثواب جمع کنیم، نه اینکه گناه. چون که ما در آخر زمان هستیم. 100 سال عمر بین با میری به نزد خداوند دست خالی نرویم. اکنون وقتی آن آمده است که شیران الله، یعنی قاری بچه ها، بخیزین بروین آواز زیبای خود را نشانتین. بدانند که وطن ما این خیلی چیزا را دوست می‌دارد و انشاءالله که این ذوق قاری زیاد می‌شود برای پیشرفت همین دولت ما، برای پیشرفت وطنمون است انشاءالله، برای پیشرفت دینمون است. همین سبب هر کسی می‌خواهد دستگیری کند، مرحمت اینش کرده سهم خودتان گذارید. هر کسی که قوا و توانایی ندارد دعا بکنین. دعا هم بهترین سلاح هست، یعنی که سلاح مسلمان دعا است. دعا بهتر از همه چیز است. دقیقاً دعا کنین که خداوند همین خیلی آزمونا را ما زیاد کنیم و بازم با سر بلند به انجام رسانیم.
خداوند نگهبانتان باشد. دوستان عزیز، اگر که جای خطایی کرده باشیم خدا ما رو ببخشد، شما هم نیز ما رو ببخشین. کل بنی آدم خطاونه، هیچ انسانی نیست که در دنیا خطا نکنه. با خدا همون خطاکار بندش دوست می‌داره. ما و تو خطا میکنیم، خدا دوست می‌داره که همین بنده ما خطا کرده در درگاه ما توبه کرد. خدا او شخصی را دوست نمی‌داره که گناه نکند. همین سبب هر بنده گناه میکنه. ما و تو گناه که نکردیم، خدا ما را نیست میکنه، یک قومی را پیدا میکنه که گناه کنه و در درگاه خدا توبه کند. اگر ما و تو که گناه که نکنیم، دوزخ تا خدا نمی آفرید. خداوند نگهبانتان باشد. در حق دوستتان صدای امید با دعا باشین. ان شاء الله میبینیم شیران نر دستگیری خشونت میرسونند. در امان الله باشین.